توی قسمت قبلی بذارین اول در مورد قسمت قبلی صحبت کنیم. توی قسمت قبلی اومدیم در واقع توی صفحه چک اوت کارت کوانتیتی رو درست کردیم. میتونستیم تعداد آیتم های درون کارت رو کم و زیاد کنیم، ولی خب مشکلی که داشتیم بود که اگر که کم میکردی در واقع صفر میشد، -1 همجوری برمیگشت به عقب. و زمانی که در واقع اگر همینجوری عدد رو کم بکنی و به صفر برسه، باید اون آیتم از درون کارت حذف بشه. اون رو درست میکنیم توی قسمت. ولی خب بحث کلیمون امروز در مورد کانت هست، در واقع شمارنده کارتمون که اونجا توی بالا توی سایت قرار داشت، میایم اون رو درست میکنیم. برای اینکه بتونیم شمارنده رو در واقع ایجاد بکنیم و توی تمامی قالب ها، توی تمامی صفحات ازش استفاده کنیم، ما نیازمند چیزی هستیم به اسم کانتکست پروسسور. کانتکست پروسسور جنگو، اگر درست نوشته باشم. به این صورت یه مقاله بود، اون رو باز میکنم اینا که توضیح داده. اینجا نوشته که کانتکست پروسسور یه دونه اینترفیس ساده است، یه دونه فانکشن پایتون که یه آرگومنت رو میگیره، یه دونه HTTP ریکوست و بعد ریترن میکنه یه دونه دیکشنری رو، و اون رو میتونیم اد بکنیم توی تمپلیتمون، اون کانتکست رو، اون دیکشنری رو. حتما هم باید یه دونه دیکشنری رو برگردونه. خب بعد کانتکست پروسسوری که کاستوم از در واقع خودمون سفارشی سازیش کردیم، میتونه همه جا مورد استفاده قرار بگیره توی کد بیسمون به این صورت. و حتما هم باید اسمش باشه کانتکست پروسسور به این صورت. خب حالا چجوری باید ایجادش کنیم؟ توی ویدیوهای اول سایت تقریبا 2 سال پیش من یک سری آموزش‌های جنگو مقدماتی ایجاد کردم، درست کردم که لینکش رو بالا میذارم، اگر دوست داشتید میتونید نگاه کنید. اونجا کامل در موردش توضیح دادم، ولی خب چیز پیچیده ای نیست. حالا با هم دیگه درستش میکنیم که شما هم بدونید که به چه صورته. خب بذاریم بیایم اینجا، من محیط مجازی رو ران کنم. به این صورت میرم توی سورس، به این صورت. خب میرم توی پروداکت. اینجا زمانی که میرم توی پروداکت، تو همون اپلیکیشنش یه دونه فایل جدید پایتون ایجاد میکنم به اسم کانتکست اندرسکور processors.py به این صورت context processors.py. برای اینکه بتونم شمارنده کارتم رو برگردونم، در واقع باید ببینم چه تعداد آیتم درون کارتم دارم و چک بکنم اگر که آیتمی اصلا درون کارتم وجود داشت، به ازای اون حالا آیتم ها تو بیا آیتم ها رو بشمار، قرار بده درون یک متغیر، و بعد اون متغیر رو میریزیم توی یک دیکشنری و بعد دیکشنری رو ریترن میکنیم. قدم اول اینه که بیام مدل کارت رو ایمپورت کنم. بیام میگم فرام همینجا مدلز ایمپورت کن کارت رو، به این صورت کارت رو ایمپورت میکنم. حالا یه دونه فانکشن ایجاد میکنم، هر اسمی دوست داری میتونیم براش بذاریم. من میذارم کارت کانت. طبق معمول ریکوست رو میگیره به این صورت. یه دونه دیکشنری ایجاد میکنم که بعد توی آینده باید اونو پر بکنم و بعد ریترن بکنم. خب یه متغیرم ایجاد میکنم به اسم کارت توتال به این صورت که فعلا اون رو برابر با 0 قرار میدم. حالا میخوام بیام تعداد
تعداد آیتم های درون کارت رو برگردونم. ولی قبلش میخوام چک کنم که اگر کاربر یوزر که داره ریکوست میده اگر لاگین کرده این اطلاعات رو بهش نشون بده. در غیر این صورت بیا بگو که کارت توتال 0. خب میگم اگر که request.user اینجا is authenticated به این صورت، خب یه متغیر ایجاد میکنم به اسم کارت items برابر قرار میدم با مدل کارت objects dot filter بکن چون قراره یک کوئری رو برگردونه و بعد فقط یوزر رو برابر قرار میدم با request dot user. تمامی آیتم های درون کارت که یوزرشون برابر است با request dot user رو برمیگردون و میرزه درون یک متغیری به اسم کارت items. خب حالا اگر که کاربر authenticated بود، لاگین کرده بود که یک سری عملیات رو انجام بده، در غیر این صورت بیا چیکار کن؟ بیا اونجا اون دیکشنری بود که تعریف کردیم اون رو کارت توتالش رو برابر قرار بده با 0 به همین راحتی. خب حالا بیام تو دل اون ایف، بیام میگم اگر اون کارت آیتمز اصلا چیزی درونش بود، اگر برابر بود با true، تو بیا یه حلقه فور بزن بگو for item in cart items به این صورت ازای اون شمارنده تو بیا کوانتیتی ها رو، چون بچه اگر کارت آیتمز مثلا 5 تا آیتم داره ولی ممکنه که هر آیتم کوانتیتیش متفاوت باشه، مثلا یه آیتم کوانتیتیش 2 باشه، یه آیتم کوانتیتیش 1 باشه، یا آیتم کوانتیتیش 5 باشه. میدونید الان این کارت آیتمز مثلا اگر 4 تا آیتم باشه ما باید بیایم اون کوانتیتی های اون آیتم ها رو برگردونیم. الان ما اشاره داریم به این مدل کارت، میبینید اینجا خودش یک کوانتیتی داره، این برابر است با یک عددی، مثلا یکیش 4 کوانتیتیش، یکیش 2، یکیش 6. ما باید 6 و 4 و 2 رو با هم دیگه جمع بکنیم و بعد تعداد نهایی رو برگردونیم. پس اینجوری نیست که من بیام اینجا بزنم مثلا کانت و تموم بشه. میدونید این روش درستی نیست. ما باید بیام اون کوانتیتی ها رو، اون فیلد کوانتیتی که عدد اینتجر بود رو، اونا رو با هم دیگه جمع بکنیم. حالا for item in cart items میام یک متغیری که ایجاد کردم کارت توتال رو به این صورت میگم به اضافه مساوی بکن با چی؟ با آیتم اون شمارندم که اشاره داره به آیتم های درون کارت و یک فیلدی داریم به اسم کوانتیتی. میگم اون کوانتیتی ها رو با هم دیگه جمع بکن و بریز درون کارت توتال به ازای اون حلقه فور. و بعد از حلقه فور بیام چیکار کنم؟ بیام از دوباره این دیکشنری رو صدا میزنم و حالا به جای اینکه عدد بهش بدم میگم 0، میگم کارت توتال، اون چیزی که جمع کردی رو بریز درونش به این صورت. و در انتها بیام دیکشنری رو برگردونم طبق چیزی که خونده بودیم. قرار بود که در آخر یک دیکشنری رو برگردونه. خب حالا من این کانتکست پروسسور رو ایجاد کردم، چجوری ازش استفاده کنم؟ چجوری بتونم اون رو توی تمامی صفحات نمایش بدم؟ طبق معمول قراره تو این دیکشنری ما بیایم اون کی رو قرار بدیم توی تمپلیت و اون ولیو رو برگردونه که حالا یک عدده یا صفره یا حالا یک تعدادی عدده، یک شمارنده است. چجوری حالا بتونم این رو توی تمامی صفحات نمایشش بدم؟ برای این کار ما این کانتکست پروسسورز رو باید ببریم توی ستینگ و اونجا به کل در واقع تنظیمات سایت اون رو معرفی کنیم، به تمپلیتمون معرفیش کنیم. من میام این رو کپی میکنم اسمش رو، میرم توی قسمت ستینگ. بچه اگر که سایت مثلا خیلی شلوغ بود، حالا من معمولا با پایچان کار میکنم،
تو پایچان مثلا دوباره که شیفت رو بزنیم یک چیز میاد بریم سرچ کنیم. اینجا هم سرچ داریم، مثلا میزنم settings، بعد settings رو برای من بیاره. بذار اینجا مثلا اینجا سرچ کنم، میتونم سرچ کنم، بعد یه جایی بتونم سرچ کنم که دیگه نخوام بگردم یکی یکی ببینم ستینگ کجا. سریع برم ستینگ رو باز کنم. ببین اینجا این ستینگ رو باز میکنه. این چیه؟ نه. اگر که راهی رو پیدا کردین تو کامنت بنویسین یا چجوری تو پایچا 100% که راهی هست. خب بذارید مثلا اینجا settings، نه اینجا هم که فایل ها رو میاره، این کنترل، نه کنترل F، اینم تو این میگرده. اوکی، وقتی ویدیو گرفته نشه میرم اینجا توی مای سایت، توی settings، اینجا توی قسمت تمپلیتس ها من میام اینجا میگم که برو توی اپلیکیشن پروداکت، ببخشید توی سینگل کد میگم برو توی اپلیکیشن پروداکت. اونجا یه دونه فایل داریم به اسم کانتکس پروسسورز به این صورت، و یه دونه فانکشن درونش هست به اسم کارت کانت که این فانکشن یه دونه دیکشنری رو برمیگردونه. حالا که من این رو به کل تمپلیت های سایت هم معرفی کردم، میتونم در واقع از این دیکشنری استفاده کنم توی قالبم. قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی اینه که بریم توی قسمت header.html، جایی که اون در واقع کارت آیتم، اون کارت رو میبینیم بالای سایت. بذارید بهتون نشون بدم اول. خب اینجا با استفاده از دستور پایتون manage.py run server رو میزنم. با استفاده از یک مرورگر سایت رو باز میکنم. اینجا ببینید این قسمت توی هدر بود، و باید این قسمت رو بتونیم این متغیر رو تغییر بدیم. برمیگردم اینجا، میرم توی تمپلیت، توی مین، توی هدر. دیدید بچه چقدر راحت میتونیم هدر رو تغییر بدیم؟ یعنی اگر که هدر رو یا بخشای دیگر رو تکه تکه نکرده بودیم، ممکن بود این کدها بارها و بارها توی قسمت‌های مختلف تکرار میشد و ما مجبور بودیم که بیایم اون قسمت‌ها رو بگردیم پیدا کنیم و تغییرش رو بدیم. الان کافی فقط هدر رو تغییر بدیم. در واقع این مدل فقط مدل جنگو نیست. یادم زمانی که من شروع کردم به طراحی سایت با وردپرس، میومدم قالب رو طراحی میکردم توی فتوشاپ و بعد اون رو تبدیل میکردم به CSS HTML و بعد میومدم قالب رو تیکه تیکه میکردم، فوتر، هدر، سایت بار، نوبار، همه این قسمت ها رو تکه تکه میکردم و بعد میومدم کدهای PHP رو درونش قرار میدادم. اگر دوستانی که آشنایی دارن با این قضیه متوجه هستن. خب میام اینجا جایی که کارت رو میبینم به این صورت. اینجا یه دونه دکمه داریم تایپش سابمیت، اصلا نیازی به این ندارم. این رو پاک میکنم، یه دونه href میذارم به این صورت. بعد اون صفحه کارت رو URL بیاریم بذاریم اینجا. این رو من میخوام URLش رو بدم. در واقع زمانی که تو کارت کلیک میکنیم میریم به صفحه چکاوت دیگه، درسته؟ خب اینجا میگم یه دونه اپلیکیشن داره مثل پروداکت، یه دونه URL داره که نیمش از چکاوت. زمانی که رو اون کلیک شد برو به صفحه چکاوت. این از این. خب حالا اینجا به جای صفر میام از اون متغیرم استفاده میکنم که توی کانتکست پروسسور بهش داده بودم، اسمش بود کارت توتال. اینجا ببینید این کانتکست رو ما برگردوندیم. در اون این کانتکست یه دونه دیکشنریه که یه دونه کی داره به اسم کارت توتال.
زمانی که این رو توی قالب قرار میدیم توقع داریم که شمارنده رو برای ما برگردونه. خب فایل رو سیو میکنم، میام سایت رو باز میکنم، رفرش میکنم، میبینید که 8 تا آیتم درون کارتمون قرار داره. خب من میام اینجا کلیک میکنم، چه اتفاقی افتاد؟ هیچی. بریم ببینیم چرا. چون که اصلا URLی که تعریف کردیم خیلی باورم نمیشه. این همش اثرات خستگیه. خب که من URL رو اینجوری تعریف کردم، امیدوارم هرس نخورده باشید. خب میام اینجا، باز دوش یادم میره. خب این URL پروداکت و پروداکت. خب چک اوت به این صورت، امیدوارم کار کنه. خب میرم رو کارت، چرا چه اتفاقی افتاد این دفعه؟ داریم ببینیم. خب من آمدم اینجا گفتم آها این باید دکمه باشه بچه. باتن بود، ولی باتن نمیتونیم در واقع بکنم، میشه اتریبیوت. درسته؟ یادم رفته اتریبیوت توی HTML. داری سرچ بکنم، ضرر نداره. خب W3 schools. خب میام اینجا HTML. خب به اینا میگن تگ نیم. خب به اتریبیوت. آره HTML اتریبیوت. در واقع این به اینا میگن اتریبیوت. این تگ A اگر درونش مثلا حالا href قرار بدیم یا حالا سورس قرار بدیم به اینا میگن اتریبیوت. اوکی چند مدت بود تو ذهنم بود. خب پس اتریبیوت href رو فقط میتونیم به در واقع تگ لینک بدیم. برای همین میبینی اینجا هم چیز ارور خاصی بهمون نداد، چون در واقع ارور مربوط بود به قسمت HTML. من این رو ریلود میکنم. اگر که این رو باز کردیم 8000. خب میرم روی کارت، میبینید وارد قسمت چک اوت میشم. اینجا 8 تا کوانتیتی داریم. اگر این رو زیاد کنم میبینید میشه 9 تا 10 تا. میبینید بچه صفحه رفرش میشه. چرا؟ چون مجبور بودیم صفحه رو رفرش کنیم. این چک اوت کم و زیاد کردنش با ایجکسه و بدون اینکه صفحه رفرش بشه کار خودش رو میکنه و اطلاعات رو میبره به سمت دیتابیس. ولی برای اینکه بتونیم این قسمت رو در واقع آخرین شمارنده کارت رو بتونیم به صورت آپدیت شده ببینیم، مجبور بودیم که صفحه رو رفرش بکنیم توی cart.js. اگر اینجا توی استاتیک توی main.js cart.js میبینید اینجا location.reload زدیم، اینجا location.reload. یعنی زمانی که حتی تو کارت رو میزنیم، یک محصول رو میزنیم، صفحه ریلود میشه به دلیل اینکه اینجا بهتون گفتم مجبوریم که صفحه رو ریلود بکنیم که اون آیتم های درون کارت رو بتونیم به صورت آپدیت شده ببینیم، آخرین شمارنده در واقع کارتمون رو. خب من اگر اینا رو بیام کامنت بکنم، این رو بزنم، میبینید که این تغییری نمیکنه اصلا. این هم تغییر نمیکنه. چرا؟ این تغییر کرد. میبینید این تغییر کرد. بعد این رو بزنیم، بعد این رفرش کنیم. پس مجبوریم که اینا رو location.reload بزنیم متاسفانه. خب من میام اینجا، کجا بودیم؟ اینجا. میبینید بچه بذارید نارس. خب این 6. خب حالا زمانی که کوانتیتی رو میذاریم صفر باید چی بشه؟ باید
اون آیتم از درون کارت حذف بشه. خب این هم داره کار میکنه. این توتال قیمت رو هم باید درست میکنیم. کاری که باید بکنیم اینه، میرم توی ویوی پروداکت، اینجا توی آپدیت کارت. خب اینجا زمانی که کارت دات سیو هست، میام اینجا میگم اگر کارت آیتم دات کوانتیتیش برابر بود با 0، به این صورت تو بیا کارت آیتم، اون کارت آیتم رو چیکار کن؟ دیلیت کن. به این صورت الان در واقع ما تو همون کارت آیتم هستیم دیگه. توی این ایف هستم. اگر کارت آیتم وجود داشت، اگر اد بود، تو بیا اون رو کم و زیاد بکن. و این کارت آیتم در واقع یه دونه بچه آیتم هست. میبینید اینجا این رو گذاشتیم که بدونیم این یه دونه هست. اگر کوانتیتیش برابر با 0 بود، کارت آیتم رو کلا پاک بکن. این توتال پرایس رو هم بذارید ببینم توی قسمت چک اوت. توتال پرایس کار نمیکنه، باید مشکلش رو حل بکنیم. خب بذارید این رو سیو کنم، برم توی اینجا. خب زمانی که 0 رو میزنم میبینید کلا پاک میشه. برمیگردم توی پروداکت، اینجا آیفون رو اضافه میکنم به کارت. خب این توتال پرایس رو میذاریم برای یک جلسه دیگه که ویدیو طولانی تر نشه. اینجا زمانی که ما در واقع محصولات رو کوانتیتیش رو زیاد میکنیم، توتال پرایس هم باید تغییر بکنه. این رو میذاریم برای جلسه بعدی. توی انتها یک سری ویدیو داریم برای رفع اشکال. خب این هم بود از این قسمت. امیدوارم که طولانی نشده باشه. اگر ویدیو رو دوست داشتید لطفا ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید. سوال، نظر، پیشنهادی داشتید لطفا توی کامنت برامون به اشتراک بذارید. توی ویدیوی بعدی میبینمتون.